وقتی که از شهید احمد شاه مسعود پرسان میشد که راه حل در چی میبینی؟ میگفت تقویت دولت مرکزی و مقتدر در افغانستان و فشار بالای پاکستان. این نسخهش بود، دقیقاً نسخه که اشرف غنی تعیین میکنه همین است. نسخه که او برای افغانستان داشت، نسخه که جلالتمآب رئیس جمهور به افغانستان داره، یک نسخه است، منتها در دو زمان متفاوت با دو شیوه ارائه میشه، ولی مسیر یک مسیر است. پس تعلق اولی، اصلی، سچه و اساسی ما با این آدم جیب خرچ دلاری نیست، ما هم فکر هستیم.